اینجا خیابون جمهوریت شهر وان که اصلا خیابونشونه و اینم پاساژ آومه، تقریبا انتهای خیابون جمهوریت میشه. بیشتر برندهایی که ما ایرانی‌ها بخوایم مثل کوتون و السی اینجا هست. حالا دیفکتو یه ذره اونورتره ولی نزدیک. فلو داره، این استریتو داره، بعد یه طبقه سینما و شهربازی اینا رو داره، فود کورت داره، غیر از مکدونالد که کلا اینجا نداره، مثلا KFC و برگر کینگ و اینا رو داره. کباب ترکینا همه هست داخل. پایینش هم یه بار داره که اینه. یلو تاکسی هم خیلی شبا مراسمای باحالی داره. ماوی و اینا هم هست داخل. تقریبا 3 طبقه است، 2 طبقه و نیمه. یه حالت روف گاردن تور هم اینجوری داره. بعد اینجا پر ایرانیه دیگه، ایرانی زیاد می‌بینید. و تو این خیابون برنده دیگه هم هستش که حالا اگه بخواید فروشگاه گراتیس و میگروس هم طبقه پایینش داره. بریم ببینیم با هم دیگه که بخشایشو بریم با هم دیگه ببینیم. این دریم و آف و تخفیف و اینا هم که داره. اون مغازه‌ای که حالا هستن تابلو دارن، ساین و نشونه دارن که البته خب برای که ایرانی زیاد میاد کلا میدونن ایرانیان تخفیف دوست دارن، معمولا همشون این دریم و آف دارن. خب اینجا باید گوشیمو که خاموش بکنم بخاطر اینکه گوشی و کیف رو باید بذارم، بعد دستگاه ردشم، بعد دوباره بتونم فیلم بگیرم. خب اینجا بعد از اینکه چک شدیم میتونیم شروع بکنیم. الان از برندهایی که اینجا هستش یه دونه مدیا مارکت اینجا هستش که اما اصلا لوازم الکترونیکی و دیجیتال بیشتراش، قهوه جوش، نمیدونم سشوار، اتو، همه اینا رو اینجا میتونید حالا هم با قیمت معمولی هم با قیمت تخفیف خورده ببینید و خرید کنید. ما هست. این اون دره مدیا مارکت رو گفتم. خب اینجا طبقه اول کتون زنونه است، از داخلش پله میخوره میره قسمت مردانه و بچگانه. بیر کاردن اینا هم که همه اینجا شعبه داره. میگم بیشتر برندایی که ما نیاز داریم اینجا هست. این السیه، این کتون. 3 تا فروشگاه السی وایکیکی کلا داره. یه دونه اینجاست توی پاساژ آومه، یه دونه هم تو خود خیابون جمهوریته و یه دونه هم خارج شهره که آوتلته و قیمت مناسب تری هم به نسبت داره. نمایش رو میتونید اینجا ببینید. فیلمو تیکه تیکه میگیرم که همشو بذارم. این کل نمای پاساژ این فروشگاه گراتیسه که خب برای ما ایرانی‌ها خیلی محبوبه. اینم میگروس که حالت سوپرمارکت هایپر استار خودمون همه چی داره و میوه تک تک هم حتی میتونید ازش بخرید، یعنی کیلویی یا اینا نیستش و تقریبا همه چی داره دیگه، از مشروبات الکلی اینا بگیرید تا هر چیزی که توی سوپرمارکت و میوه فروشی و اینا هست اینجا هم تو میگروس ها هست. گراتیس هم من یه 2-3 تا توش تو سطح شهر دیدم. میگروس هم من یه دونه دیدم ولی فکر میکنم بازم باشه. پارکینگ هم که داره دیگه، حالا اونایی که ماشین دارن از پارکینگش هم میتونن استفاده کنن. توی طبقه دومش نمایندگی آدیداس رو داره، اونور یو اس پولو رو داره، بعد یه ریدر رو داره که کفش خوبی داره، واتسون رو داره واسه لوازم آرایشی و اونورم برند فلو و این استریت که کفش و کتونی خیلی